حمله پهپادی به ایست بازرسی‌ها در تهران و کشته شدن تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی چهارشنبه 20 اسفند 1404 خبرگزاری فارس وابسته به سپاه تروریست پاسداران از حملات پهپادی به ایست بازرسی‌های تهران و کشته شدن دست کم 10 نفر بنابر آمار غیررسمی از افرادی که جمهوری اسلامی به آنها مدافعان امنیت میگوید و بسیجیان مستقر در ایست‌های بازرسی خبر داد. لازم به ذکر است طبق گزارش‌های دریافتی جو تهران پادگانی توصیف شده و نیروهای نظامی در میادین با تیربار مستقر هستند. ویدیوهایی هم از تردد خودروهای نظامی در سطح شهر منتشر شده است. این نیروها همانهایی هستند که چندین بار با شلیک بی‌ضابطه در ایست بازرسی‌ها هموطنانمان را به قتل رساندند. همانهایی هستند که در دیماه خونین به سوی معترضان بی‌سلاح تیراندازی کردند. حملات پهپادی به این افراد این نوید را می‌دهد که اگر بار دیگر مردم برای اعتراضات در آینده نزدیک به خیابان بیایند، ممکن است پشتیبانی پهپادی هم داشته باشند و توان سرکوب حکومت در خیابان تضعیف شد.